درس امروز میگن کظم قیس از صفات مؤمنه، یعنی فرخوردن خشم. البته تحت شرایطی درسته. رویکرد اخلاقی و مذهبی به کظم قیس یا فرخوردن خشم نگاهی تحسین‌آمیز داره، اما وقتی از عینک روانشناسی، روانپزشکی و علوم شناختی بهش نگاه میکنیم، پاسخ به این سوال یک بله قاطع نیست. در واقع فرخوردن خشم یک تیغ دولبه است و اگه درست مدیریت نشه میتونه به شدت آسیبزا باشه. از دیدگاه علمی بررسی میکنیم که ببینیم مرز بین فضیلت و آسیب کجاست. تفاوت کظم غیظ با سرکوب خشم. دیدگاه روانشناسی بزرگترین اشتباه در برداشت از کظم غیظ معادل دونستن اون با سرکوب یا سوپرشنه. سرکوب خشم آسیبزا هست، یعنی خشم رو داخل خودتون بریزید، وانمود کنید که اتفاقی نیفتاده و اون رو انکار کنید. روانشناسی مدرن ثابت کرده که خشم سرکوب شده از بین نمیره، بلکه به لایه‌های زیرین روان میره و به شکل رفتارهای منفعل، مهاجم یا پسیو اگریسیو، تلخی، کینه‌توزی، افسردگی خودش رو نشون میده. کظم غیظ واقعی مدیریت خشم. در ریشه شناسی کلمه کظم مفهوم بستن دهانه مشک پر از آب نهفته تا هدر نره. در روانشناسی به این میگن تنظیم هیجانی، emotion regulation، یعنی در لحظه اوج بحران جلوی رفتار تکانه‌ای، داد زدن و آسیب زدن فیزیکی یا کلمی رو بگیرید تا بتونید در آرامش تصمیم درستری بگیرید. عوارض جسمی و روانی فرخوردن مداوم خشم. دیدگاه روانشناسی: اگه کظم غیظ به معنی تنمر کردن خشم در درون باشه، روانپزشکی اون رو یک عامل خطر جدی بر سلامت روان و جسم میدونه. خشم ابراز نشده خودش رو به صورت رفتارهای خودتخریبی یا بیماری‌های سوماتوفرم روانتنی نشون میده. سلامت جسمی: افزایش مداوم هورمون‌های استرس، کورتیزول و آدرنالین به دلیل خشم فروخورده، تپش قلب، فشار خون بالا، مشکلات گوارشی مانند سندرم روده تحریک پذیر و تضعیف سیستم ایمنی رو به همراه داره. سلامت روانی: خشم رو به درون یکی از موتورهای محرک افسردگی و اضطراب مزمنه. فرد به مرور زمان احساس بی‌قدرتی و درماندگی میکنه. تغییر ارزیابی ذهنی. دیدگاه روانشناختی و شناختی: از نگاه رویکرد شناختی رفتاری CBT، خشم ناشی از طرز فکر و تفسیر ما رفتارهای دیگرانه. کظم غیظ زمانی سالمه که با بازتعریف شناختی کاگنیتیو ریاپریزال همراه باشه، یعنی فرد نه تنها جلوی رفتار پرخاشگرانه خودش رو میگیره، بلکه در ذهن خود نیز زاویه دیدش رو تغییر میده. مثلا فلانی عمدن کار نکرد، شاید روز سختی داشته. اگه ذهنیت تغییر کنه و فقط رفتار کنترل بشه، فشار روانی شدیدی به فرد وارد میشه. اگه ذهنیت تغییر نکنه و فقط رفتار کنترل بشه، فشار روانی شدیدی به فرد وارد میشه. تا کجا باید خشم فروخورد؟ مرز آسیبزایی. خشم یک هیجان طبیعی، غریزی و حتی لازم برای بقای. خشم به ما هشدار میده که یک جای کار میلنگه، حق ما ضایع شده یا مرزهای شخصی ما نقض شده. بنابراین نباید خشم رو به کلی نابود کرد. فرمول طراحی روانشناسی برای مرز کظم غیظ: کنترل ابراز در لحظه همون کظم غیظ و بعد پردازش درونی و بعد ابراز قاطعانه و محترمانه. شما باید خشم رو در لحظه فرو بنشانید تا از رفتار اشتباه جلوگیری کنید، اما بعد از آروم شدن شرایط باید اون مدیریت و تخلیه کنید. اگه حق شما ضایع شده، باید با رفتار قاطعانه یا assertiveness و نه پرخاشگری به طرف مقابل بگید که از چه چیزی ناراحت هستید و مرزهایتون چیست. فرو خوردن خشم در جایی که باعث سوء استفاده مداوم دیگران از شما بشه قطعا آسیبزا و مخربه. فرو خوردن خشم در جایی که باعث سوء استفاده مداوم دیگران از شما بشه آسیبزا و مخرب. اگر موقعیت قابل حل نیست، باید خشم رو از طریق راه‌های سالم تخلیه کنید، مثل ورزش، نوشتن، صحبت با یک دوست یا مشاور. نتیجه گیری این که گزینه کظم غیظ همیشه درسته از نظر علمی نادرسته، مگر اینکه اون رو به معنای مهارت کنترل تکانه و مدیریت خشم تعریف کنیم، نه سکوت و تحمل همیشگی. کظم غیظ یه فاز موقت برای رد کردن طوفان خشم، نه ایستگاه دائمی برای دفع کردن احساسات. مرز آن جاییه که سکوت شما باعث فرسایش روانی خودتون و یا باج دادن به رفتارهای سمی دیگران نشه. مرز اون جاییه که سکوت شما باعث فرسایش روانی خودتون. این توضیح میتونه تفاوت مرز اخلاق و سلامت روان رو روشن بکنه.